امروز قراره در رابطه با اهمیت تغذیه کودکان صحبت کنیم و آسیب‌هایی که غذای امروز داره بچه‌هامون رو تهدید میکنه. موضوع امروز برای خود من خیلی جذابه، امیدوارم که شما حسابی لذت ببرید. وقتی سنم پایین‌تر بود هیچ آگاهی نداشتم. فکر می‌کردم که وظیفه یه مادر فقط مراقبت از بچه برای خواب و بیداریش، برای مریضیشه، اینکه تب نکنه. اما کسی بهمون نگفته بود که خیلی وقتا خطر اصلی از تو بشقاب بچه‌ها، از اون غذایی که می‌خوره شروع میشه. غذایی که به بچه میدیم فقط سیر کننده شکمش نیست. در واقع داره روی نسل بعدیش تاثیر میذاره. آیندهشون، اعتماد به نفسشون، تمرکز، خلق و خو، همه به اون لقمه‌های اولیه بستگی داره و به اونا برمیگرده. اینو فقط من نمیگم، علم میگه. دانشگاه‌ها، مقالات پزشکی، مجلات و یونیسف دائما در طی سالیان گذشته دارن در رابطه با این موضوع هشدار میدن. وقتی سنم کمتر بود هیچ آگاهی نداشتم. فکر می‌کردم که وظیفه یه مادر فقط مراقبت از بچه برای خواب و بیداری، برای تب نکردنش و مریض نشدنشه. در صورتی که کسی بهمون نگفته بود که خیلی وقتا خطر اصلی از تو غذای بچه، از اون بشقابی که داره بچه غذا میخوره شروع میشه. غذایی که به بچه‌مون میدیم فقط شکمش رو سیر نمیکنه، داره پایه‌های مغزش رو رشد میده. آیندهشون، اعتماد به نفسشون، اضطرابشون، خلق و خو و تمام اخلاقیاتشون به لقمه‌های اولیه بستگی داره. اینو فقط من نمیگم. مقالات و مجلات پزشکی، دانشگاه‌ها و یونیسف سالیان ساله که داره در رابطه با این موضوع هشدار میده. حالا جلوتر به اینا میپردازیم، اما چیزی که الان میخوام یه پرانتز باز کنم و در رابطه باش صحبت کنم، چون که برای خیلی از مادرها ممکنه که سوال پیش بیاد اصلا رابطه بین تغذیه و اعتماد به نفس چی میتونه باشه. میخوام اینجا یه مثال بزنم که خیلی جا افتادنش براتون راحت تر باشه. ببینید، ما به خانواده‌ها میگیم مراقب مواد غذایی با شاخص گلایسمی بالا باشید، یعنی مواد غذایی که به محض خوردنشون قند خون رو به سرعت بالا میبرن، مثل شیرینی‌ها، مواد قندی و نشاسته‌ای مثل برنج سفید یا نون بدون سبوس، شیرکاکائو، کیک. اینا مواد غذایی هستن که وقتی میخوریم به سرعت قند خون بالا میره و بدن یه شوک کوتاه مدت رو تجربه میکنه، میاد انسولین رو به این ترشح میکنه که بخواد این قند خون رو بیاره پایین و وقتی قند خون افت میکنه تازه از اینجا مشکلات و آسیبایی که برای بچه‌ها اتفاق میفته شروع میشه. یعنی افت قند خونه باعث خیلی اتفاقات میشه که حالا میخوام ارتباط بین اعتماد به نفس و تغذیه رو به این موضوع ربط بدم که کامل براتون جا بیفته. اگه بخوام یه مثال ملموس بزنم که قشنگ براتون جا بیفته، شما یه بچه مدرسه‌ای رو در نظر بگیرید که سر کلاس نشسته. برای صبحونه این بچه کیک و شیرکاکائو خورده و اومده سر کلاس. اولش همه چی اوکیه، 1 ساعت اول بچه بشاش، خوب، خرم، اما بعد 1 ساعت این افت قند خونه اتفاق میفته، چون که هر دو ماده‌ای که خورده، هم کیک هم شیرکاکائو، شاخص گلایسمی بالایی داشتن، قند خون رو به سرعت بالا بردن و یهو افت کرده. حالا مشکلات دقیقاً از اینجا شروع میشه. اولین اتفاق و آسیب افت قند خون برای بچه‌ها کاهش تمرکز و توجه هستش. بخوام شفافتر توضیحش بدم، اینجوریه که بچه سر کلاس نشسته با این صبحونه‌ای که خورده، معلم یه مطلب درسی رو یاد میده، بچه‌ها یه عده متوجه میشن، ازشون سوال میکنه، یه تعداد جواب میدن، از این بچه میپرسه، این جواب نمیده. دوباره روز بعد یه همچین موضوعی تکرار میشه، دوباره بعضی از بچه‌ها جواب میدن، دوباره این جواب نمیده و اینا باعث میشه بچه تو همون اجتماع کوچیک توی کلاسش احساس سرخوردگی رو تجربه کنه و ببینه که همه دارن نگاش میکنن، معلم داره بهش اشاره میکنه و والدینش دیگه در جریان این موضوع قرار گرفتن و قسمت درناکش از اینجا شروع میشه که معلم و والدین دیگه به این بچه برچسب میزنن، برچسب اختلالات تمرکز و توجه یا بهره هوشی پایین. این باور تو بچه نهادینه میشه که من بهره هوشی پایینی دارم، من هوش زیادی ندارم و با این باور بزرگ میشه. وقتی که این بزرگ میشه، چون اعتماد به نفسش دقیقاً نشونه گرفته شده، برای کنکورش هیچ تلاشی نمیکنه، چون میگه من که هوش کافی ندارم پس قبول نمیشم، تلاش نمیکنه برای کاری که میخواد تو آینده داشته باشه. به خاطر اون اعتماد به نفسی که نداره هیچ ریسکی نمیکنه، نمیتونه وارد اجتماع بشه و همه اینا برمیگرده به اون تغذیه‌ای که شاید اون روز بچه خورده بود. بچه از نظر ذهنی هیچ مشکلی نداره و متاسفانه تغذیه اون روز اعتماد به نفسش رو نشونه گرفته.
دومین آسیبش احساس بیحالی و خستگی هستش. برای خودمونم اتفاق میفته خیلی وقتا بعد از اینکه یه غذایی میخوریم، مخصوصا اگر اون غذا شیرین باشه یا دارای نشاسته و قند باشه، بعد اون احساس بیحالی میکنیم. این توی بچه‌هام کاملا صدق میکنه. سومین موردش پرخاشگری و عصبانیت هستش که برچسب میخوره. بچه مثلا توی اون کلاسی که هست یه رفتاری داشته که زود رنج بوده یا رفتار پرخاشگرانه‌ای بوده و این برچسب رو بهش میزنن و تا ابد این برچسب روی بچه میمونه، در صورتی که توجه نکردن که شاید این موضوع کاملا بستگی به تغذیه صبح اون روز بچه داشته. و مورد بعدی در رابطه با حافظه کوتاه مدت بچه‌ها هستش. با افت قند خون حافظه کوتاه مدت بچه‌ها دچار اختلال میشه. توی مدرسه با یادگیری مطالب درسی این بیشتر دیده میشه. و نکته آخر که از همه میشه گفت مهمتره در رابطه با پرخوری هستش. وقتی که یه ماده غذایی شاخص گلایسمی بالایی داشته باشه، یعنی قند خون رو میبره بالا و بعد اون با افتش ما دوباره اتفاقی که میفته جدا از چیزایی که من قبلا گفتم، یکی از مهمترین مواردش پرخوری هستش. یعنی بچه دوباره گرسنه میشه، دوباره میخواد غذا بخوره، دوباره این قند خونه میره بالا با اون چیزی که داره میخوره. حالا اگر اونم باز شاخص گلایسمی بالایی داشته باشه، دوباره افت قند خون به سرعت اتفاق میفته، دوباره گرسنه میشه و این چرخه معیوب دائما داره تکرار میشه و این باعث پرخوری که در نتیجه باعث افزایش وزن و دیابت توی بزرگسالی بچه‌ها میشه. و این بچه با اون سلولای چربی که ما زحمت کشیدیم تو بچگی براش ساختیم، مجبوره تو بزرگسالی دست و پنجه نرم کنه با ورزش‌های سنگین، با رژیم‌های سخت که بتونه اون از بین ببره و تا همیشه دنبال تناسب اندام و حال خوب باید بدوه. بحث علمی ابتدای صحبت اون رو بخوایم ادامه بدیم، ببینید توی مجلات و مقالات پزشکی، یونیسف و دانشگاه‌ها سالیان سال در رابطه با این موضوع دارن هشدار میدن که 1000 روز اول زندگی هر فرد، یعنی از ابتدای بارداری تا پایان 2 سالگی، پنجره طلایی رشد مغزه، یعنی 80 تا 90% رشد مغزی توی این بازه زمانی داره اتفاق میفته. پس خیلی مهمه چیزی که توی این بازه زمانی بچه ما داره استفاده میکنه و به بدنش میرسه. تغذیه توی این خیلی مهمه. اگه توی این بازه زمانی پروتئین، ویتامین، چربی‌های مفید و مواد مغذی به بدن کودک نرسه و نتونه اونا رو دریافت کنه، متاسفانه اتفاقی که میفته رشد مغزی پایین میاد و نورون‌ها به خوبی ساخته نمیشن، حافظه و تمرکز کودک آسیب میبینه. این آسیب‌ها ممکنه دیگه جبران نشه، چون بعد از 2 سالگی رشد مغز خیلی پایین میاد، مثل یه قطاری میمونه که حاوی یه بار خیلی مهم بوده، حالا رد شده، برگردوندنش یا نگه داشتنش دیگه کار خیلی سختیه. ما حتی در آینده بخوایم با استفاده از داروها و مکمل‌ها این فرصت از دست رفته رو بخوایم جبرانش کنیم، فقط میتونیم بخشی از این فرصت رو جبران کنیم، نه همشو. جالبه که توی مجله لنست سایکیاتری نوشته شده بچه‌هایی که تو دوران شیرخواریشون بیشتر از مواد غذایی پرچرب و پرقند صنعتی استفاده کردن، در آینده بیشتر دچار اضطراب، اختلالات رفتاری و بیقراری میشن. یعنی اصلا یه چیز عجیب غریبی، رابطه مستقیم بین غذا و بعد شخصی و رفتاری هر فرد. یعنی یه چیزی که ما توی بچگی بچه‌مون به خاطر خوشمزگیش بهش دادیم، الان تبدیل شده به یه بحران ذهنی. اصلا ما بعد ذهنیش هم در نظر نگیریم، بچه‌هایی که توی بچگی بیشتر از رژیم‌های پرقند و چربی صنعتی استفاده می‌کنن، توی بزرگسالی دچار دیابت و اضافه وزن میشن. طبق آمار 48% بچه‌های تهران دچار افزایش وزن هستن و این یعنی فاجعه. این بچه‌ها در آینده باید دنبال حال خوب و تناسب اندام بدوند با رژیم‌های سخت، با ورزش‌های سنگین که متأسفانه جبران کردنش خیلی سخته، هم برای خانواده‌ها هم برای بچه‌ها. دقت کردیم بچه‌های امروز نسبت به بچه‌های گذشته بیشتر دچار ضعف‌های بدنی، سیستم ایمنی بدن ضعیف، آلرژی و بی‌اشتهایی هستن. این به خاطر تغذیه‌شون هست. چیزی که بچه‌های امروز دارن می‌خورن تغذیه سالم و کاملی نیست، صرفاً داره سیرشون می‌کنه. چون که مواد غذایی که دارن می‌خورن پر از رنگ، نوشیدنی‌هاشون پر از قنده، نونی که دارن می‌خورن بدون سبوسه. بدن بچه داره فریاد میزنه من با این مواد غذایی نمی‌سازم. برای همینه که بدن دچار ضعف میشه. الان ما آسیب‌های مواد پرقند و پرچربی کارخونه‌ای رو متوجه شدیم. حالا اصلا سوال پیش میاد ما کی و چرا مسئولیت غذای بچه‌هامون رو به کارخونه‌ها سپردیم؟ در گذشته غذا بخشی از هویت یک خونه بود. مادرها و مادربزرگای ما با مواد غذایی خام و ساده سفره‌های پرخاصیت برای ما میچیدن. اما به مرور زمان سرعت زندگی بالا رفت، شلوغ شدیم. زن و مرد کنار همدیگه شروع کردن به کار کردن. اینجا این احساس نیاز به وجود اومد که کاش مواد غذایی راحت‌تری در دسترس ما قرار
میگرفت و ما اینقدر برای مواد غذاییمون وقت نمیذاشتیم. این احساس نیاز از طرف ما بود. کارخونه‌ها متوجه شدن، از فرصت استفاده کردن و شرایطی رو فراهم کردن که مواد غذایی خوش‌رنگ آب پر از زرق و برق و ویترین پسند رو در اختیار ما قرار بدن، فارغ از اینکه چیزی که به بدن ما رسید مواد غذایی بدون ارزش غذایی، بدون خاصیت، پر از مواد نگهدارنده، پر از روغن پالم و رنگ‌های مصنوعی بود. همه اینا باعث شد بچه‌های امروز بچه‌های ضعیف‌تری باشن نسبت به گذشته، از لحاظ سیستم ایمنی بدن، از لحاظ استخوان‌بندی و از نظر تمرکز و حافظه. ما این احساس نیاز رو به کارخونه‌ها دادیم. حالا وقتشه با اون آگاهی که داریم این مسئولیت رو بگیریم از کارخونه‌ها و خودمون مسئول غذای بچه‌هامون باشیم. حالا این وسط سوال پیش میاد: آیا این مواد افزودنی بازی اقتصادی ان یا برای بدن انسان لازمن؟ ببینید، اگه بخوام رو راست باشم، این مواد افزودنی برای بدن انسان ساخته نشدن. صرفاً یه بازی اقتصادی و وجه اقتصادی داره برای کمپانی‌های بزرگ، برای کارخونه‌های بزرگ، برای ماندگاری محصولشون توی ویترین فروشگاه‌ها، برای اینکه رنگ محصولشون زیباتر باشه، عطرش عالی باشه، برای اینکه موندگاریش بیشتر باشه، بیشتر بفروشه. در واقع دلیل اصلیش این هستش: کودکی که در طول روز داره چندین بار مواد غذایی یا خوراکی‌های بسته‌بندی شده استفاده می‌کنه، در ظاهر شاید سالم به نظر برسه، اما پشت پرده روده‌های حساس‌تری دارن، سیستم ایمنی بدنشون ضعیف‌تره و حافظه و تمرکزشون آسیب می‌بینه. مواد افزودنی برای بدن انسان ساخته نشده، صرفاً وجهه اقتصادی برای کمپانی‌های بزرگ و برای شرکت‌های بزرگ داره. بدن انسان باید از طبیعت تغذیه کنه، با طبیعت اخت شده، مثل گذشتگان ما که سالیان سال بدون مواد افزودنی زندگی کردن و خیلی سالم‌تر و قوی‌تر از امروز بودن. چند روز پیش یکی از مامانا رو دیدم، بهم میگفت که خانم سارونه، من خیلی مادر حساسی هستم. وقتی که میخوام برای بچه‌م غذایی بگیرم، حالا سرلاک، فرینی یا هر چیزی که میخوام بگیرم، اول رو جلدش رو نگاه میکنم، اگه نوشته باشه حاوی ویتامین ها و ساخت اروپا، دیگه اونو خریدش میکنم، خیالم راحت میشه. ببینید، این ساخت اروپا یعنی مهر تایید برای همه مامانای ایرانی، فارغ از اینکه حالا داخل اون محصول چه چیزایی به کار رفته و از چی ساخته شده. بهش گفتم تا الان گرفتی، اشکال نداره، نوش جونش، از این به بعدم بگیر، اما قبلش حتما رو جلدش رو نگاه کن. جدا از این ساخت اروپا و سرشار از ویتامین که می‌بینی، حتما ترکیباتش هم نگاه کن. ببین آیا توی ترکیباتش مواد شیمیایی به کار رفته یا نه؟ آیا مواد افزودنی، مواد شیمیایی، مواد نگهدارنده توش به کار رفته یا نه؟ آیا اون رنگی که داخل محصول هست، ما مثال میزنیم سرلاک توت فرنگی، آیا واقعا توت فرنگی خالص رو خودشون اسلایس کردن، پودر کردن، داخل محصول ریختن، یا نه صرفاً کلی رنگ مصنوعی داخلش ریختن برای اینکه یه رنگ لطیف قشنگ صورتی بدن که بچه تو ترغیب بشه که بخواد اون غذا رو بخوره؟ اگه جوابت به همه اینا نه، اشکال نداره، از این به بعدم براش بگیر. اما اگه نمیدونی، جوابی براش نداری، یا اینکه پشتش رو نگاه کردی واقعا مواد شیمیایی داشت، لطفاً از این محصول استفاده نکن. مواد شیمیایی، مواد افزودنی برای بدن بچه‌ها ساخته نشده. بدن بچه آزمایشگاه نیست که کلی مواد شیمیایی بریزی داخلش و انتظار داشته باشی یه چیز خیلی خوبم به تحویل بده. اصلا چه دلیلی داره بچه 6 ماهه بخواد مواد شیمیایی استفاده کنه؟ تغذیه بچه باید، باز هم تکرار میکنم، از طبیعت باشه. میدونم با این مطالب یک سری احساسات در مادرها بیدار شده، اینکه دوست دارن بیشتر بدونن در رابطه باهاش. مثل خود من روز اول دوست داشتم هی صفحه بعدی رو ببینم که چه اتفاقی قرار بیفته، که چه آسیب‌هایی دیدیم، که کجاها رو اشتباه کردیم. این کاملا طبیعیه و ممکنه چاشنی عذاب وجدانم یه خورده بهش اضافه شده باشه به خاطر عملکردمون در رابطه با تغذیه بچه‌هامون، که اینم طبیعیه، برای منم بوده. من اینجا هستم نه به عنوان کارشناس و متخصص تغذیه، به عنوان مادری که سالها در رابطه با تغذیه کودکان مطالعه کردم، توی رفرنس‌ها و مقالات معتبر گشتم و کلی اطلاعات کسب کردم و با 50,000 مادر در ارتباط بودم که از محصولات حکیم بانو خرید کردن و دغدغه‌هاشون رو به خوبی میدونم. اینجا قرار نیست مطالبی گفته بشه که توی هزاران سایت وجود داره. اینجا مطالب علمیه، اما از زبان یه مادر، نه بازاریاب و فروشنده. ما اینجا فروش پکیج نداریم و حتی قصد نداریم شما رو متقاعد کنیم که از محصولات حکیم بانو خرید کنید، چون اینجا هدف ما اطلاع رسانی و آگاهی بخشیه، نه فروش. ما قراره یه اجتماع کوچیک از مادران باشیم که میخوایم ببینیم سر غذای بچه‌مون داره چه بلایی میاد، پشت در بسته کارخونه ها دقیقاً داره چه اتفاقی میفته. وقتی ما به عنوان یک والد، به عنوان یک مادر چشم و گوشمون باز باشه، نمیتونن هر چیزی رو به خورد بچه‌هامون بدن. من این پادکست ها و این اپیزودا رو دارم میسازم نه برای فروش، برای آگاهی، چون اعتقاد دارم هر قدم کوچیک ما یه موج بزرگ رو میسازه و تنها چیزی که از شما میخوام اینه که این مطالب
رو تا جایی که میتونید نشر بدید و در این چرخه آگاهی بخشی سهیم باشید.